در ایجش نوشته است الله، نوشته است الله. جوان ایره آتش میزند. تا چه زمان ما به غفلت باشیم؟ این سیگرت است، به این بغلش نوشته است الله. همه کس میتونه بخونه. امروز دشمن وقت غفلت ما را میبیند، وقت کم همتی ما را میبیند، وقت خواب ما را میبیند، نام رب ما را به سیگرت حک کرده تا آتش بزند این را جوان. پس وقت بیداری فرا رسیده جوان، وقت بیداری فرا رسیده. مشت کوبنده به دهن دشمن باید زد. با دعاهای خودمان، با نمازهای دل شب خودمان دشمن را ذلیل و زبون بگردانیم. نمیتواند با این کارهایشان ما را شکست بدهد. نور آفتاب با پف کردن خاموش نمی شود. نور آفتاب با پف کردن خاموش نمی شود. نور پروردگار ما همه این عالم را روشن کرده و تا این جهان است، تا این که مسلمان است، انشاءالله از این دین دفاع می کنیم. به شعار اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را میزنیم. جوانان عزیزی که در کشورهای اروپا و آمریکا زندگی میکنین و اونجا تجارت میکنین، از افغانستان، از هر کشوری که هستین، لسان مرا میفهمین، بدانید که خدای شما زنده هست. خدای شما در هر جا کامراهایش گذاشته شده. در اونجا هم که هستین اگر شراب میفروشین بدانید که فردا این لقمه را فرزند شما میخورد و همسر شما میخورد. چه توقع از فرزندی که لقمهش حرام باشه، پوشیدنیش حرام، نوشیدنیش حرام، چه توقع از این فرزند دارید؟ جوان تماس کشیده اسم من محمد است، برای من میگه اسم محمد است. در یک سوپرمارکت کار میکنم در آلمان. ماری صبح در اینجا یک سوپرمارکت که کار میکنم، یک نصف این سوپرمارکت شراب است. خب به من ربطی نداره، من فقط وقتی که به من دستور میده چند بوتل شراب میگیرم، به پلاستیک میاندازم، به دستشان میده. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در شراب 10 کس را لعنت کرده است. یکیش همون کسی که حاملش است، کسی که فروشنده‌اش است، حتی کسی که در موتر او را انتقال میده، کرایه کش است. پول شراب، پول گوشت خوک. عزیزان هستن تماس میکشن از روسیه، میگه ما اینجا در دکان کار میکنیم، گوشت خوک فروشی است. در بازار، همین بازار ما، جوانان هستن موبایل فروشی میکنن سر راه. مبدور از خوبا باشه، هر گروهی را که من میگم خوبها استثناء است. باز کسی گریبان من را نگیره که ما خوب هم داشتیم، ما با خوبان کار نداریم. موبایل به جوان نشان میدهد، بیش تمام میشود، پول را میگیره، به یک سیستم بسیار تیز و سریع تبدیل میکنه او را. هر دو یک رنگ جور شدگی، یکیش کور خالیست، دیگرش موبایل، و دستش میته و خود گم میکنه. این جوان بیچاره میپاله که کجا شد این موبایل تو هنوز جور بود، حالی چون خراب شد. من از شما جوانان پرسا میکنم هست یا نیست؟ با آواز بلند میشنم. ای جوان عزیز، تو این لقمه را به کی میبری؟ به مادرت؟ تو این لقمه را به کی میبری؟ به پدرت؟ تو دوست داری اینها بسوزن؟ این لقمه رو به کی میبری؟ به پسرت که نو تازه حرف میزند، الله الله میگوید، کلمه میخواند. تو با این لقمه ای که بردی زندگی اون فرزند خود را نابود کردی. اسمش را گذاشتی ابوبکر، عمر، عثمان، علی، محمد، احمد. چی برایش میخورانی؟
خوشحالم هستی که خوب کلاه گذاشتم. چی امروز در خرید و فروش بازار قضاوت به دست شما، من که فقط میشنوم. شما بروین اونجا چه خیانتی که جریان داره، در هیچ چیز صداقت نیست. ژاپنی گفته میفروشن، پسترین مال پاکستانی است. کسی که فکر خوب نداره، از صحرا آمده، از بیابان آمده، از کوه آمده، یک مسلمان ساده است، اینی که گیر میکنن، باز تلاش میکنن که اضافه تر پولش بگیرن و تلپت دکان خود را برش بفروشن. شاید باز بگوین الحمدلله ما مسلمانی. چرا امروز در عبادت ما لذت نیست؟ باور کن جوان توبه کرده، گریه میکند، باز میگه من قرآن که میخوانم لذت برم نیست، نماز میخوانم لذت برم نیست، روزه میگیرم لذت نیست. چند روز، یک هفته، بعد از یک هفته باز دیگه میرود. خیلی جوانا بودن اینجا آمدن توبه کردن، پس دوباره رفتن نفر اول شدن. چرا؟ لقمه حرام. این کانال رو ببند، این دریچه را ببند که حوض شکم تو را نابود کرده. اون قلبی که در درون توست با این لقمه های حرام گرد و غبار گرفته. حضرت سعد ابن ابی وقاص در محضر نبی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگه خوب گوش کن جوان، مولوی صاحب چرا دعا میکنم دعای من اثر نداره؟ چرا خدا نمیشنوه صدای من؟ اینو میگم نی بار بار دعا کردیم قبول نشد. این خواهر من تماس کشیده میگه به من گفته بودی جناب مولانا صاحب که دعا کن، من تهجد میخوانم، دعا میکنم شبها، دعا اثر نداره، قبول نشد. به من میگه قبول نشد. سعد ابن ابی وقاص میگه به محضر نبی صلی الله علیه و سلم یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی مستجاب الدعوه. حدیث معجم الاوسط طبرانی است. ای رسول معظم اسلام و من دعا کن که مستجاب الدعوه شوم. رسول صلی الله علیه و سلم به حضرت سعد فرمود اطب مطعمک. الله اکبر. 14 قرن پیش هنوز اجداد ما، پدران ما، نیاکان ما به دنیا نیامده بودند که رسول معظم اسلام، معلم دلسوز بشریت، را هموار کرده بود، مسیر را درست راهنمایی کرده بود. برای ما گفته بود وقت شما آمدین ای مسلمان ها با خبر باشین که از این راه هاست که شما گزیده می شوید. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. امروز چرا دهنهای ما قفل شده، دلهای ما قفل شده؟ از کجا؟ از لقمه های حرام. یا رسول الله دعا کنین که من مستجاب الدعوه شوم. پیامبر فرمود اطب مطعمک. ای سعد درست است که تو مسلمانی، درست است که تو صحابی منی. اصحاب پیامبر رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله میگه از اصحاب پیامبر الله راضی است و اونها از الله راضی هستند. اینقدر جایگاه بلند داشتن. ولی پیامبر به سعد میگوید غره به این نشوی که ما یار نبی علیه السلام صحابه پیامبر هستم. اطب مطعمک، شکم خود را پاک کن تکون مستجاب الدعوه. اون وقت دعایت قبول می شود، اون وقت دعایت رد نمی شود. بعدش والذی نفس محمد بیده. ای الله با امت محمد صلی الله علیه و سلم رحم بکن. یا الله به این جوانان امت رحم بکن. پروردگار مسیر حلال را به ما نشان بده. الهی اون که حرام هست منفور ما بگردان. خدای از دست ما حرام را بگیر.
والذی نفس محمد بیده، قسم به آن ذاتی که نفس من محمد به ید بلا کیف اوست. پیامبر فرمود هر شکمی که یک لقمه حرام به اون شکم داخل شود، الله تا 40 شبانه روز عبادتش قبول نمیکنه. تا 40 شبانه روز عبادت اون قبول نمی شود. دلار داریم، افغانی داریم، جمع کردیم. کی میخوره؟ عروس. کی میخوره؟ داماد. جواب ما میگیم کفن ما جیب نداره، هیچ چرا به همراه ما نمیبرن. کسی که یک لقمه حرام به شکمش داخل میشد، رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم تا 40 شبانه روز عبادت او به درگاه خدا قبول نمی شود. لا يدخل الجنة، حدیث مستدرک حاکم است، لا يدخل الجنة لحم یا جسد غذی بالحرام، داخل جنت نمی شود جسدی که با حرام نمو کرده باشه، با حرام تغذیه شده باشد. فرزندکای خدا چقدر ما زیاد دوست داریم، دختر خدا چقدر دوست داریم، همسر خدا چقدر دوست داریم، پدر و مادر خدا چقدر دوست داریم. وقت لقمه حرام را میبریم برش میتیم، از چل، از فریب، به چشم مسلمان خاک زدن، دروغ گفتن، فقط پول به دست بیاور. حتی کسی را مأمور کرده در دفاتر حکومت، کسی را مأمور میکنه که مأمور خرید برو از بازار بخر، او رفته کرده دکاندار تکلم و مکالمه میکند، با دکاندار قرار میگذارد که من این مال از دکان تو میخرم، پوسته بجکش اضافه تر نوشته که 10,000 و 15,000 نوشته که 5,000 دمه آب بخوره، در حالی که ماش داره. چرا؟ یک حولیم ناتمام است، یا در پول که به دست نمیارم حولی را کی جور میکنه؟ حضرت عیسی در کل عمرش حولی نداشت، مسافر بود، از این شهر به آن شهر، از آن شهر به آن شهر، حتی غذا نداشت، گاهی وقت برگ درختان رو تناول میکرد، چیزی نداشت که زیر سر خود وقت خواب باند، گاهی وقت خشت زیر سر خود میمان میخوابید. ولی وقتی میگی عیسی، بعدش هم میگی علیه السلام. کسی که ایمان نداشته باشد به این که عیسی پیامبر خدا هست، مسلمان نیست. از چه جایگاهی این مرد خدا برخوردار شد؟ خود رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، حدیث 3332 ابو داود است، یک روز از یک قبرستان برگشتن، زن رسول صلی الله علیه و سلم دعوت داد که بیایید من غذای درست کردم، از غذای من بخورید. رسول معظم اسلام داخل خانهشان شدن، غذا را آوردن، صحابه دست را دراز کردن، پیامبر محبوبم دست دراز کرد و لقمه برداشت دهن خود گذاشت، هرچه جوید همه صحابه دیدن که پیامبر لقمه رو میجود اما نمیتواند قرب بکند، بعد از دهن خود بیرون کرد، گفت این گوشتی هست که از صاحبش اجازه گرفته نشده و پخته شده. زن خانه رو طلب کردن، گفتی گوشت از کجا آوردی؟ گفت یا رسول الله، من کسی را فرستادم به بازار مدینه گوسفند پیدا بکند، گوسفند نیافتم. همسایه من گوسفند داشت، روان کردم پشت همسایه، دیدم که همسایه نیست، پشت زن همسایه روان کردم و اون گوسفند را به من فروخت، در حالی که شوهرش خبر ندارد. رسول معظم اسلام فرمود اطعمیه الاسارا، این غذای متقیان و بندگان نیک خدا نیست، این را به اسرا بدهین، این را به اسرای کافری که در زندانها خوابستن به اونها بخورانید. این غذای ما نیست، بدون اجازه با پول خریده شده. حتی علما میگن اگر زنی در خانه مرغ دارد، مهمان میآید، شوهر بدون اجازه زن این مرغ را ذبح میکند، به مهمان پخته میکند، این مرد خائن است و این غذا حرام است. حالا امروز 15 سال از میراث خواهرش میخوره، میگه مالیش دعای ما قبول نمیشه. 10 سال از مال برادرای کوچک و یتیم خود را میخوره، دعای ما قبول نمیشه. مال یتیم و بیوه را میخوره، دعای ما قبول نمیشه. از کجا؟ این که خدا از آسمان سنگ بر سر ما نزده، شکر الله را بجا بکنیم. رسول معظم اسلام
صلی الله علیه و سلم میگه کسی که مال حرام را جمع میکنه باز چی میکنه؟ صدقه میده که ثوابش بگیرم. خیلی ها بودن حرام جمع کنن باز خیرات میکنن، خیرات های کلان کلان. رسول خدا فرمود انفاق در راه خدا میکنن، با او حج بیت الله میکنن، با اون دلها را به دست میآورن. کل اینها جمع میشود، مراسیل امام ابو داود میآورد، کل اینها جمع میشود. این انسان رو روز قیامت داخل جهنم الله میاندازد. این انفاق کرده، صدقه کرده، مسجد ساخته، مدرسه ساخته، اما از حرام. الله جل مجدو این انسان رو روز قیامت داخل جهنم میاندازد.